خب اینم یکی دیگه از کارهای جالبشون. این یه آب ساده است، می‌بینید؟ بعد اینجا یه مخزن داره که عسل و لیمو داره که برای که تازه بمونه قاطی نیست، هر موقع دلت بخواد قاطیش میکنی. درش باز میکنی، فکر کنم اینجوری. این داره میریزه، مخلوطش میشه، چه بامزه. یه خود اصلا دیرتر آب میشه بخاطر اینکه آبش خنک. داره مخلوطش میشه. و همین سادگی یه نوشیدنی تازه خوب دارین، خنک. کامل مخلوط شد. حالا خودش این نوشیدنی آماده خنک